امروزه باشد چی؟ امروز نظر کنیم در خانه یک کرته کهنه را میپوشه، هم آغل میدوره گاو میجوشه، هم نجاستی او را پاک میکند، هم به همون کرته در آشخانه طعام میپزه، بوی روغن بوی روغن زهید بوی روغن میکند، او کرته و لباس سر اندامش همون قطعی با شب و پیش شوهرش میرید. این خلاف قانون شریعت است. مادرها و خواهرها بدانند که خلاف شریعت است. در آشخانه لباس علاهیده بپوش، بوی روغن و دود به پیش شوهرت نبر. یا که در آغل بگاه و مال سر کار داشتی، او لباس دیگر بکن، لباس شفت دیگر بکن برای شوهرت که خشنودی خدا و رسول الله و شوهر درون است. امروزه کن. اما یک توی بروه، یک تماشا بروه، یک معرکه بروه، گوشوارهای تیلاش میدوزه، زیره تیلاش در گردنش میکنه، همه خوشبویی ها را در بدنش میتکن، بعد قریب 10 متر از دور خوشبویش به مشام آدم میرسه، بعد برآمده میره. در این غضب خدا هست. خلاف شریعت است، این خلاف قانون اسلام است. این با اوج رفتن برای کی را زینت میتی و خوشبو میکنی، تلاوت نمایان میکنی؟ مادر خواهر برای کی میکنی؟ یقینا که برای مردهای بیگانه است، یقینا که برای دیگرها است که تا کسی را ببینن ثروتمندت بگن. این خلاف قانون است. خدا این خزدن بد میبیند. لعنت خدا به این زنها میرسد، اینه که در بیرون خش زینت میدید و در پیش شوهرش خش به مثل جوگی میگیرد. اما چی گفت؟ اهل سلف چی میگفتند؟ از تو نبیند شوهرت مگر چهره خندان، چشم روشن، قواق کشاده، لبخند و دستهای نازک او را خدمت کردن و چی به سخن خوب خطی او را باید که دل او را نرم کنی، غم اندوه او را برطرف کنی. حضرت شیخ سعدی گفت همه روز اگر غم خوری غم مدار،